اینا این تصویری که دارید میبینید اینا زمینای منه. حمدی این کلمه زمینای منه رو گفتم. داشتم بهش نگاه میکردم، داشتم بهش فکر میکردم، داشتم قدم میزدم. صاحب قبلش وقتی بچه بودم اینجا رو میکاشت فوت شده. قبلتر از اون و قبلتر از اونم فوت شده. و خیلی جالبه بعضی وقتا ما محکم یه چیزی رو میگیم مال منه. خاطر اینجور چیزا معمولا یه سری آدم ها خیانت ها میکنن، جنایت ها میکنن. چیزی که امروز مال ماست مال یکی دیگه بود مرد، فردا مال یکی دیگه میشه. حالا تو درست کن. یه بابایی همه چی داشت، خونه، کارخونه، باغ، ویلا، همه چی. یه روز پسرش ازش میپرسه بابا اینا همش مال ماه؟ باباش که آدم درست حسابی بوده گفته نه پسرم، نوبت ما، تو نوبت خودت